سلام، امروز در خدمت یکی از بیمارانمون هستیم که 17 سال پیش ما عمل کردن. بینیشون شکستگی داشت، انحراف شدید داشت و مشکل تنفسی داشتن که نتیجه رو الان بعد 17 سال میبینید. این نتیجه‌ای که الان میبینید بعد چه مدت از عملتون ایجاد شد و تا الان تثبیت شده براتون؟ 1 سال. بعد 1 سال اینجوری شد و موند دیگه تو این 17 سال. اگه از جلو تشریف بیارین نیم رخشون رو نشون بدین. مرسی. این 3 رخشونه، نیم رخشون یک حالت طبیعی و نچرال داره و تمام رخشون 2 تا استتیک لاین رو میبینید تا پایین اومده. ممنون از اینکه تشریف آوردید. زنده باشید. مرسی. سلام، امروز در خدمت یکی از بیمارانمون هستیم که 17 سال پیش ما عمل کردن. بینیشون شکستگی داشت، انحراف شدید داشت و مشکل تنفسی داشتن که نتیجه رو الان بعد 17 سال میبینید. این نتیجه‌ای که الان میبینید بعد چه مدت از عملتون ایجاد شد و تا الان تثبیت شده براتون؟ 1 سال. بعد 1 سال اینجوری شد و موند دیگه تو این 17 سال. اگه از جلو تشریف بیارین نیم رخشون رو نشون بدین. مرسی. این 3 رخشونه، نیم رخشون یک حالت طبیعی و نچرال داره و تمام رخشون 2 تا استتیک لاین رو میبینید تا پایین اومده. ممنون از اینکه تشریف آوردید. زنده باشید. مرسی. خیلی ممنون.